هرچی پلوتون خوردی بذار کنار. یک بار به این روش درست کن. مطمئنم عاشق طعمش میشی. نیاز داریم به قارچ که خوردش میکنیم. پیازم به صورت خلالی خورد میکنیم و کنار میذاریم. فلفل دلمه رنگی هم خورد میکنیم. حالا به تابمون روغن اضافه میکنیم. پیازا رو توش تفت میدیم. پیاز که سبک شد سیر رنده شده رو اضافه میکنیم. عطر سیرمون که آزاد شد فلفل دلمه به همراه قارچ رو اضافه میکنیم و با همدیگه خوب تفتشون میدیم. بعدم ادویه ها رو اضافه میکنیم به همراه کنسرو ماهی. خوب با همدیگه تفت میدیم و مواد میانی ما آماده است. حالا به آب در حال جوش که حاوی نمک و روغنه برنج خیس شده رو اضافه میکنیم و اجازه میدیم آب برنجمون گرفته بشه. بعدم از